پچ لیلی، داستان کوتاه فارسی گیلاوایی، سه‌شنبه 15 اسفند 1396، 6 مارس 2018 هلند. سال هاست هر هفته یک بار با یک شاخ گل می آید، 1 ساعت می نشیند، از هر دری سخنی می گوید، به حرفهای من که حس می کنم گاه قاطیش می کند گوش می دهد، می رود. این هفته هم آمد، یک شاخ گل هم دستش، نشسته بودیم حرف می زدیم، از گربه و هوا و کنسرت و اپرا گفت تا رأی دادن در انتخابات. چند بار هست که از ایران و سیاست نمی گویم، یادم نیست. هنوز تا 1 ساعت خیلی مانده بود. میخواستم وقت را پر کنم، در این حال برایش کسل کننده هم نباشد و من نیز از هوا و سگ و گربه گفتن خسته شده بودم. موسیقی داشت از لپتاپم پخش میشد و به آخر میرسید که گفت اسپرینگ والتز شوپن. گفتم ها آره. هنوز حرفمان گل نکرده ویدیو موسیقی تمام شد. به سرم زد یک پرانه‌ای با او بخوانم، شاید خوش به حالش شود. طوری که با خودم زمزمه کنم خواندم تو بالای تلارمان در زمینم لای لای. گفت What are you singing؟ چه داری میخوانی؟ خندم گرفت. گفتم I am singing a song in my mother language. دارم یک ترانه قدیمی با زبان مادریم میخوانم. گفت Sing louder، بلندتر بخوان. برایش خواندم. گفت What a calm theme، It has a good feeling، چه تم آرام و حس خوبی دارد. گفتم Sing with me، با من بخوان. گفت می؟ من؟ گفتم آره. ادامه دادم Listen when I indicate my finger to you sing لای لای. ببین وقتی به تو اشاره میکنم تو بخوان لای لای. گفت اوکی باشد. خواندم تو بالای تلارمان در زمینم، با دست اشاره کردم بخواند. خواند لای لای. خواندم تو نارنج پوست کنی من دل غمینم، با دست اشاره کردم بخواند. خواند لای لای. خواندم تی خاطر خبو بستم رد کفتم پچ لیلی. هیچ اشاره‌ای به او نکرده خواند لای لای. ریتم خواندنم به هم خورد. گفتم I did not indicate my finger yet، من که هنوز اشاره نکردم. خنده‌اش گرفت. گفت Yes but I thought you won't and I should sing without your indication. آره ولی من فکر کردم دیگه اشاره نمی کنی و من باید بدون اشارت بخوانم. خنده‌ام گرفت. نگاهش کردم. دنبال چیزی بودم که بگویم. گفت What it means anyway، حالا چه معنی می دهد؟ گفتم You are above on balcony، I am down on the ground. You skin off the orange، I am sad. تو بالا روی بالکن هستی، من پایین روی زمینم. تو نارنج پوست میکنی، من غمگینم. ناگهان چهرش در هم رفت. با تعجب گفت What are you talking about؟ تو چی داری میگویی؟ یک لحظه به من زل زد و با دلجویی گفت Why sad؟ چرا غمگین؟ ماندم چه بگویم. گفتم Listen to the rest، It might be more understandable for you. ادامهش را گوش کن، شاید برایت مفهوم شود. گفتم I fell in love with you، I came toward you، my sure little Layli. من عاشق تو شدم، به سوی تو آمدم، لیلی کوتاه قد کوچک من. با چنان شگفتی گفت What؟ چه؟ خندم گرفت. خنده ای که نمیتوانستم کاریش کنم. از صدای خندم سگ همسایه که تنها کسی هستم که بجای هاپ کردن آنچنانی همیشه به من دم تکان میدهد، صدایش از 7 خانه هم گذشت. با همان خنده ادامه دادم Hey it has nothing to do with you، it is just a song. ای بابا معنیش به تو نیست، فقط یک آواز است. نگاه هم کرد. نگاهی که انگار دنبال چیزی باشد بگوید. نگاهی که هم موافقم بود
و درک میکرد و همین که چگونه فکرش را بیان کند دنبال کلمه میگشت. خندی که بی‌شباهت به نگاهش نبود. به ساعت نگاه کردم. 2-3 دقیقه به 1 ساعتش مانده بود. بلند شد، همچنان که به فکر فرو رفت و کشتی غرق شده اش را انگار می جست، به شانم زد و گفت You have a strange songs. ترانه‌های عجیبی دارید. گفتم But very beautiful. ولی خیلی زیباست. باز هم خندید، حسابی هم خندید و همونطور که می خندید رفت. همین.